بالاتنش مکمل دزدوزی است. دزدوزی خاص از به خاطر چیز چون پایین یخن از بلوچی دوزی است و بالا از پس مورد دوزی و سکه دوزی ما جدید کردیم. بسیاری دیگه اما تا کمربندش و از اونجا که دیگه کار شده مورد دوزی دیگه آستیناش که از زیر دامنش که چرمی دست است، چرمی فیک نیست و دامنش هم خیلی کلان است، گودی نفته. این یک لباس خاص ما است که مکمل سکه دوزی شده، سکه جدید است. زیر دامنش هم زیگزاگ کاری شده، گفتم بطن زحمت زیاد داره، دیگه دامن خیلی کلان داره. واقعا لباس است که در این رنگ‌های بسیار مختلف با دیزاین عالی و ناگفته نماند. تکش بسیار نازک است، خصوصا در این فصل دیگه بسیار مناسب بله، می در این باشه. فصل مناسب می باشه و رنگ و رنگ تکه قیمتی است. کسایی که لباسای گلگلی دوست دارن میگه گلک باشه و بالا تنه خصوصا این میبر از اون دختر خانم است. یک لباس خاص ما خود نشان دادم بهتون. قیمت ترین یخن در کار ما کس یخن بلوچی سمی یخن است که یخن قدیمی می باشه و یا کمک یا از پیرانای عروس است. بالاتنه بسیار مقبول که زیادتر دختر خانم‌ها امروزه ایره خوش میکنن. یک چیز است بسیار ظریف، دامنش نام خدا بسیار کلان است، خصوصا همون دختر خانمایی که زیاد نام خدا رقص یاد داره شوقی است اینم لباس بگیرین که چی یک نمود میته دیگه. واه واه. به نام خداوند بخشاینده و به نهایت مهربان. سلام درود نثار یکایم که شما خوبان و امید از که هر کجای کسی جور و صحت و سلامت باشید. بازم من تمنا امیری در یک برنامه کاملا متفاوت دیگه در خدمت شما و ترای عزیز هستم و امروز ما آمدیم به چرمه دیزاین که اینجا واقعا لباس های بسیار مقبول و زیبا داره که ما میخوایم به شما به معرفی بگیرم. پس چی خوب است که شما تا آخرین دقایق لحظات این برنامه ما را همراهی بکنین و یک گپ دیگه که یادم نره این لباس های مقبوله که به تن ما میبینین هم ایره چرمه دیزاین آماده ساختن که من امروز خواستم ایره به تن بکنم ببینیم که چه قسم بر ما معلوم میشه. دیگه اینجا بیادر عزیز و کسی که اینجا کار میکنه هم در کنار من. سلام علیکم. سلام علیکم. من شارخ هاشمی هستم، مسئول چرمه دیزاین. بسیار خوشحال شدم از دیدنتان شارخ خان عزیز. بخیر سلامت باشین. شارخ خان نیستم، شارخ هستم. شارخ ما شارخ خان میگیم اگه خفه نشید. خیر هیچ فرق نمیکنه. یک شارخ خان دیگه ما در چرمه دیزاین داریم که اینم یک لباسای مقبول آماده میکنه. سلامت باشین. کل لباسای ما ماشاءالله مقبول است. نام خدا نام خدا. امروز کدام لباس ها که مدلش جدید است میخوای به ما به معرفی بگید؟ امروز لباس جدید زیاد آوردیم، زیاد لباسای مقبول آوردیم که فعلا فصل عروسی ها است. دقیقاً کلش لباسای عروس است و مقبول است که برتان نشان میدیم. بسیار خیمه از اینجا شروع میکنیم ببینیم که کدام مدل ها اینجا مقبول است و کدام ها را بیننده عزیز با خوش میکنن. دیگه خود شارخ خان عزیز میگه اینمی مدل در موردش بر ما. این لباس ما که لباس عروس است. 14 متر دامن داره، یکی از لباسای خاص ماست و قیمتی است. زیر دامن از کس ابریشم دوزی شده و بالاتنش مکمل ابریشم دوزی است. که دزدوزی است که ابریشم دوزی که سوزن معده دوخته میشه قیمت تر است. دیگه بسته د بالاتنه از پشت سرش هم دزدوزی شده، آستینش هم قسمه که براتون نشان بدم اما دزدوزی شده و سکه دوزی و دیگه آستینش هم پر است. این یار کس بلوچی است. بسیار عالی. زنده بلوچی میگن، دو تا زنده بلوچی دیگه کار شده که با خود ما 2000 په تمام شهردانش. دیگه لباس ما مکمل پر از عروس است. ما بر پایینش کنم زیاد مقبول است. نشان تان بدم. نام خدا همون تو مقبولیش معلوم میشه که لباس بسیار عالی است. یکی از لباس خاص ماست. سر از یه متر دوخته شده، دیگه دامن خیلی کلان داره. واقعا لباس است که در این رنگ‌های بسیار مختلف با دیزاین عالی و ناگفته نماند. تکش بسیار نازک است، خصوصا در این فصل دیگه بسیار مناسب بله، می در این باشه. فصل مناسب می باشه و رنگ و رنگ تکه قیمتی است. نام خدا بسیار عالی، بسیار مقبول. یک آستینای بسیار مقبول و زیبا داره با دیزاین خاص. قیمتش چند گفتین؟ قیمت از این 28000 افغانی. 28000 افغانی. واقعا لباس است که میارزه به قیمتش. دیگه این لباس در چقدر مدت آماده شده؟ این لباس ما دزدوزیش 1.5 و 2 ماه میخوره و دیگه دوختش شاگردا در 3 روز انجام دادن که خیاطای ما هستن دوختن. فقط دامن از 14 متر است که تکه رنگ و رنگ البخمل دیگه تکه هزارگی قندوری رقم دیگه. بسیار عالی، واقعا مقبول است. لباس است، لباس فرهنگی که تمام فرهنگ‌ها از هر جا که بوییم در این کار شده. واقعا بسیار عالی و مقبول است. خودتون چقدر مدت میشه که اینجا کار میکنین؟ ما خو این دکان ما رو 3 ماه میشه افتتاح کردیم. دیگه 10 سال میشه تقریبا از وقتی که ما خرد بودیم در کار هستیم و در کابل 3-4 دونه دکان داریم. بسیار عالی، واقعا بسیار کار خوب میکنین که لباسای بسیار مقبول و زیبا رو شما آماده میکنین. اینم اینجا دیگه من لباس انتخاب کردم میرم شما معرفی کنین. یا یک از لباسای خاص ما است. بسیار عالی. که دامنش کلان است، کمربندش بسته است، براتون نشان دادم. فری سایز است دیگه. فری سایز از کلازیا. دامن از 6 متر است. دیگه تکیش گل بخمل از گل بخمل که سکه قدیمی است و قیمتی.
دیگه زیر دامنش چرمی دیزدوزی کار شده، بالاتنی از یا مکمل گراف است، گراف قنداری میگنش و مور دوزی است و آستینش هم همونطور تمامش ولدوزی است و این لباس ما مکمل قنداری دوزی است، یعنی یکی از لباسایی است که مردم قندار کوچه قندار زیادتر جور میکنن و قیمت از لباس ما 16000 افغانی است. 16000 افغانی لباس است، بسیار مقبول زیبا و ناگفتن ما نکازی دیگر رنگایش هم دارین اینجا؟ ما فقط سامپل جور میکنیم چون زیادتر فرمایش آمده است و 1000 دانش سامپل 1 تا 2 تا 10 دانه هر رنگ جور میشه. بسیار عالی، واقعا بسیار مقبول است. لباس است که نمیتو دراز هم است دیگه، شاید به اندازه اینه اندازه اینمی لباس باشه برای کسایی است دختر خانمایی که لباسای دراز از زیاد خوش میکنن. بله. خصوصا در این فصل که به خیر عروسی هم دیگه زیاد شده دیگه، واقعا بسیار مقبول است. سلامت باشین. دیگه من امروز لباس خوش کردم میرم، ولی یک لباس خو بتن کردیم به شما هم خوش کردم میرم، ولی نگوین که تنها خودش با خود خوش کرده و ما را ماندن. اینی هم یک لباس دیگه که چقدر زیباست، لباس از کوتاه. بله این لباس کوتاه شلوار گیبی داره، کوتاه خوش میکنه. دیگه شلوار از 7 متر تکه جور میشه، بسیار چرمی دست کار میشه. زیادتر جای فعلا در کابل چرمی ماشینی کار میکنن، یعنی فیک ما دوم میگیم. ما چرمی ماشینیش کار نمیکنیم تا که فرمایش ماشین نباشه، تمامش جزوزی اصلی است. و دیگه شلوار گیبی داره و چادر داره، چادرش هم 3 متر میباشه و قیمت از این بخملش کشی است، قیمت از 6500 افغانی است، همراه چادر شلوار تمام. 6500 افغانی قیمتش است. شلوار چادر هم همراه خود داره. کسایی که ظریف پوش هستن این مثل لباسکای میگن ساده باشه، برنگای بسیار مقبول اینجا در چرمه دیزاین موجود است. شما بیاین انتخابش کنین و در محفلای خوشیتان به تن بکنین که چی یک نمود خاص بتن. دیگه ما پس میمونم و همچنان امی لباسای مقبول که از طراحی از اینا را کی انجام میده، در کجا دوخته میشه اینا؟ ما خود ما کارگاه داریم در کارته 4 است، داخل همین کوچه دکان است و دیگه طراح داریم. طراح ما در هندوستان درس خوانده، کارش طراحی است و دیگه روز 3-4 دانه لباس طراحی میشه و ما مفروشیم و میآید. بسیار عالی. نام دیگه خدا. یا یک از لباسای عروس است، دامن از 8 متر است که 2 قطار چرم دوزی شده، 8 فکر کنم 16 متر چرم دوزی شده و یخنش پایانش هم متدز دوزی است، دریش هم کلش سکه دوزی شده، آستینای سرشانه‌ایش کلش طراحی خود ما است که سر دست دوزای خود ما میدوزیم، خانم ما هستن و آستیناش هم چرم دوزی و ولدوزی دوزی. نام خدا بسیار مقبول. و قیمتش؟ قیمت از 18000. 18000 افغانی. نام خدا اینه مثل یک لباس سنگین آمه است. بله و بخمل از این قدیمی است، نو نیست، کوچی است. قدیمی که است معمولا خوش میکنن چرا که یک چیز تکیش بسیار خوب شد. قیمت تر هم است و زیادتر خوش میکنن چون خاصتر میباشه. خاصتر است، واقعا بسیار مقبول. پیشتر یاد کردین گفتین لباسایی که اینجا است ما طراح داریم آماده میکنن، خودتان در این مدت کار کردین نظرتان در مورد لباس ها چی است؟ طراحی کردین نکردین فقط در دکان هستین بفروشین؟ خودم طراحی میکنم لباس و دیگه طراح به خاطر گفتیم که لباس نشان دادیم. ما زیاد لباس طراحی میکنیم چون دکان زیاد داریم، روزانه باید 5-6 تا لباس طراحی کنیم بفروشیم چون ما لباس تکرارش نمیاریم. وقت فروخته شود بعد از لباس آردر میگیریم بدون از جدید و مجبور است که ما طراحی کنم، طراحی ما هم طراحی میکنه و زیادتر ما طراحی کردیم. نمیاله 2-3 تا لباس دیگه طراحی کردیم که زیاد مقبول است، خاص برای روز شنبه میاد. تا حالا آمده متاسفانه شنبه آماده میشه. بسیار عالی. واقعا لباسایی که اینجا که است بسیار تمامشان مقبول است که این باش پس بانم کلمه توانی نشم. نه شانه از یکم کلان است. خب همین استایل از یه متر است دیگه معمولا. استایل از یه متر است. یوم کس ایدامنش خیلی کلان است. نام خدا. بسیار مقبول. چند متر دامن کار شده دی؟ دامن از 10 متر کار شده. 5 متر پشتش می باشه، 5 متر پشت سر 10 متر که میگیم. و سینه از جالی گلشن میگیم کار شده و یخن از یم چرمدوزی و ولدوزی شده. بسیار مقبول. قیمتش چند است؟ از یم قیمت از به هم وجود همه کار از 7,500 افغانی است. بسیار عالی. و دیگه تکیش اصلی از این تکه چند جنس است. ما اصلی کار میکنیم، نه رنگ میته و نه خراب شوریده میشه. کسایی که اینجا میاین برشان تخفیف هم در نظر میگیرین؟ اگر از طرف برنامه شما بیاین ما برشان 20% تخفیف میتیم بدون زور. لباسای ما فیکس پرایس است. هموطنای عزیز، دختر خانمای خوش سلیقه، کسایی که شیک پوش هستند با چرمه دیزاین، کسایی که در کابل هستند میتونن تشریف بیارن و همچنان کسایی که نیستن دیگه میتونن با شاروخان عزیز
به تماس شوند، لباس های مقبول به دیزاین خودشان میتونن برشان سفارشان بدن، برتان 20% تخفیف هم در نظر گرفتن. بله، کسایی که در خارج هم برشان شیپینگ میکنیم، اوردر کنن روان میکنیم برشان. بسیار عالی. اینمی لباس بسیار مقبول است، بسیار ظریف هم است که در محافل بغیر از در مجالس هم میشه که به تن بکنن، میشه که در مورد از لباس بر ما بله، بگین. یک از لباسایی است که رسمی هم پوشیده میشه، گفته شما مثل حجاب پوشیده میشه که چپن است، یخن از مکمل دیزوزی هزارگی است و اول از قنداری است. دیگه تکیش هم جارجت است، بالاتنش هم مالایی تکی میگن، کار میکنیم استوار هم مقبول میایه و دیگه به می فصلی را جور کردیم. قیمت از یوم که تمام دیزوزی کارش 3500 است. فعلا اگه حجاب دیگه از بیرون بخرید 2000 است. وقتی دیزوزی کار شده باشه و قیمت 3500 به نظر من بخیر مفت است. دقیقاً بسیار مقبول، بسیار زیبا. از این دیگه رنگایشون فکر کنم آماده میکنین. آماده میکنیم. ما پیشتر گفتم فقط لباس سامپل جور میکنیم. یک لباس خاص ما خود نشان دادم بهتون. قیمت ترین یخن در کار ما کس یخن بلوچی سمی یخن است که یخن قدیمی می باشه و یا از پیرانای عروس است و نگفته نمونه که پیرانای عروس تمامش واسکت هم امرای خود داره و دیگه این قیمت از این لباس 35000 افغانی است که پایینش هم چرمی دست است، 6 متر دامن دارد، تکیش هم گل بخمل قدمی است و آستینش هم هزارگی دوزی و سکه دوزی است. بسیار عالی. این لباس که لباس عروسانه است. لباس عروسانه است و یک از لباس‌های خاص است. بسیار عالی، بسیار مقبول است. کمرای خود و سایزش هم کلان است و کمربند داره. تمام از سایزش فری سایز است. بسیار مقبول. بسیار هم یک چیزه که ظریف که دمی فصل خصوصا که کسایی که عروسی دارن میتونن لباس خرید بکنن. این خو فعلا ما تو گرفتیم، شاید زیبایی از این قدر معلوم نشه، ولی وقتی که بطن میشه بسیار یک چیز مقبول است. خصوصا همین لباس ما واقعا پوشیدیم، بسیار یک لباس است که آدم اذیت نمیکنه، یک تکه نازک داره، خصوصا که هوا بسیار حال گرم شده. یک لباس است که ما واقعا خودم روش احساس راحتی میکنم. بسیار مقبول است. و زیاد نمونه‌های دراز لباس‌های مقبول به ما معرفی کرد. یک چند نمونه از لباس‌های کوتاه را بر ما به معرفی بگیرید. کوتاه یک تایام کوتاه است. دیگه یک کوتاه است که تا ساق پای زیاد کوتاه نیست، یعنی ماکسی نیست. این لباس ما را نآمده. بسیار عالی. و دیگه یخن از اون دیزوزی است، تکیش هم چند رنگ بنارس کار شده، زیر دامن از زیگزاگ کاری است و دیگه زیگزاگ کاری زیاد به مشکل میشه، یعنی یک خط زیر نیم ساعت باور کنین که میدوزن آساس ماشین پیش میره. کل از زیگزاگ کاری شده چند قطار و دیگه زیر دامن از اون تکی قدمی انداخته شده، نوک دامنش هم مورد دوزی شده. یک از لباسای خاص است. امروی خود شلوار نداره، فقط چادر داره. امروی چادرش 7500 افغانی. بسیار عالی، بسیار مقبول. قسم که شما میبینید دی چند رنگ کار شده و چادر هم امروی خود داره و شلوار هم داره. کسایی که کوتاه میپوشن دیگه یک چیزه که است بسیار مقبول، بسیار هم تو سبک، ظریف، دخترانه، واقعا بسیار مقبول است. این کسی که بر شما آردر میته یک لباس که همچون لباس بر ما آماده کنید، چقدر وقت آماده میشه؟ ما خود آردر میگیریم، از روی عکس هم آردر میگیریم و بعضی بر ما مساج میکنن. مثلا میگه من عروس هستم، رنگ سبز خوش دارم و دیزاین نارنجی باشه، باز دیزاینر ما باز روی از اون چیزی که میگن برای دیزاین میکنه فکس خودش و نگفته نمونه که تا یک هفته آماده میشه تا 10 روز و دیگه اگه عجله باشه تا 3 روز 4 روز هم میتونیم، ولی نظر به کارش چرم دوزی و دیزوزی زیاد باشه لباسایی که تا 1 ماه 2 ماه آماده میشه. بسیار عالی، بسیار گپ خوب است که در اون قدر مدت شما آماده میکنین. واقعا بسیار خوب است، چون کسایی که بعضیا که عروسی عجله دارن دیگه بسیار میتونن که به تماس شون و یک چیزی که بسیار عالی را آماده بکنن. و یکی از کرتی هم از بخمل شبرشمی سی طرفش کوچک رقم شال دارن که میپوشن، چادر از شال کوچک قدیمی جور شده که خیلی قیمت است و تمامی طرفش از شال قدیمی جور شده. ایشون بخمل ابریشمی است و ایشون زیگزاگ کاری است. دیگه ما از یک شال تقریبا 3 کرتی جور میکنیم که قیمتاش ارزان گفتم مردم خریده بتونن. قیمت از 4500 افغانی است. بسیار عالی. میبینید دوستای عزیز که چقدر مقبول است. اما تا می کرتی از این از نزدیک دیده شو، یعنی هر چیز از شما سعی کنین ظرافت دخته شده. هر توتش بسیار مقبول است. کوتاه هم است دیگه. ما این دفعه خودم یک لباس باش سعی کردم کدامش خوشم گرچه که تمام از اینا مقبول است. من اینجا اگه لباس خریدن بیم خود که تمامش خریده رفتم دیگه و دیگران هم اینمی لباس که میشه بر ما معرفی بگیریم که زیاد خوبش است. این لباس ما رنگ خاص داره، بانجانی داره و دیگه کمربند از دیزوزی و این لباس ما از 11 متر تکه جور میشه که 1.5 متر آستیناش جور میشه، 6 متر دامنش جور میشه و دیگه تکش بالاتر نمیبره. این لباس ما 3000 افغانی قیمتش است با وجود تمام زحمتی که داره و ایده جان شوه گفته شما مقبولش معلوم میشه. خصوصا آستیناش بسیار مقبول است. آستین از این دو تکه‌ای جور شده و دیگه در جان تو میخوره، بسیار مقبول میفته. بسیار عالی.
واقعا لباس است بسیار مقبول و همچنین زیادتر کسا که لباس میخرن تشویش در مورد کیفیت تکه دارن. میشه که یک کوتاه صحبت داشته باشیم؟ پیشترم براتون گفتم ما جنس دوم هیچ کار نمیکنیم به خاطر نام مارم که شده و به خاطر آوردن مشتری بعضیا میگن ارزان شود جور میکنیم. جنس های ما کلش اول است، لباسی که مشتری میتیم جنس خراب شود، چرمیش خراب شود، تکه خراب شود، پس به پولش برش میتیم تا 6 ماه 7 یعنی ماه ضمانت میکنیم برش. از نگاه کیفیت و تکه دیگه دلتون جمع باشه. دلتون بیخی جمع دیگه. اینجا یک لباس مقبول دیگه است. چقدر مقبول است. دامن از این فکر کنم کلان است دیگه. دامن از این 8 متر است. نام خودم براتون نشان بدم. دامنش کلان است، یک رنگ دیگه زی برنگ اشمید جان گودی داریم. دیگه مکمل چرمی دست دوخته شده تا کشلای متن اول است که رنگ نمیته، جال نمیشه. دوم از هم رنگ میته هم جال میشه. اینقدر رنگ میته که تا جان رنگ میگیره. دیگه یا اول است که هیچ ضمانت است، 6,500 افغانی قیمت از است. بسیار عالی، بسیار مقبول است. واقعا دیگه گفته شاهرخ خان عزیز که یک چیز است بسیار مقبول اما تو تکیش خوبش معلوم میشه و همچنان ناگفتن منه که خوب نازک است که در این فصل زیادتر دخترها همچون تکای را انتخاب میکنن برای محافل عروسی. دیگه میبینیم کدام لباس ها که اینجا مقبول هستن. اینی بسیار یک چیز مقبول است. خدا هم سنگین هم است. یکی از لباسایی است که بسیار گرنگ هم است و خاص هم است. بالاتنیزی مکمل دزدوزی شده، آستینای زیامت موردوزی شده و سکدوزی شده در روی بخمل قدمی و خود یخن ازی یخن بلوچی است. پایان از یامامتر تنها ما 6 جن زندگی کار کردیم و تمامش دزدوزی و به خاطر که بالاتنیز زیاد پر آمده و گرنگ هم شده باز ما دامنش ساده تر گرفتیم. گرچه ساده هم نیست، 10 متر دامن داره، کل پیش دامنش تکه تکه انداخته میشه. قیمتش 12,000 افغانی است. دیگه تکش قناویز اول است. بسیار عالی، بسیار مقبول است. شما میتونید در تصویر بیننده باشین. یک چیز است که متفاوت است بالاتنش یا قسمت پیش یخنش و اینمی لباس که میال وطن ما است. اینمی قیمتش چند است؟ قیمت از یک از شال قدیمی جور میشه، مکمل پخته دوزی دزدوزی است. یا قیمت ناچیز داره نظر به زحمتش. شما اگر یک روز در کارگاه ما برین میفهمید ما سر لباس چقدر زحمت میکشیم، دزدوزی میشه، خیاطیش. یکی دوخت ما از همه جا فرق میکنه، در ظریف دوزی در هر چیزی. یعنی لباس ما را تا سرچپه پوشی نمود داره. قسم برات بگویم قیمتش 6,500 افغانی است. تکیش هم قناویز است اصلی. بسیار مقبول است. 6,500 واقعا که میارزه. واقعا دامن از این کلان بگیری زیاد کلان و مقبول است. از پشت سر دامن بگیر زیاد کلان است. شما میتونید در تصویر بیننده باشین که یک لباس است بسیار مقبول و زیبا و همچنان لباس بعدی که من میخوایم براتون نشان بدم. اینی لباس است. یکی از لباس‌های است که خاص است از عروس است. دامنش کلان است. دامنه کلان ما را از چین میتونید ببینید چقدر میده چین خورده و یخن از بلوچی است. یکی از لباس‌های خاص ما است که واقعا از یخنا نیست در کابل، فقط پیش خود ماست. دیگه پیج ما رو چک میتونید که چندین رنگ از زیر به چندین سایز انداختیم و یا آستین از مدت قدیمی است. یخنش هم دزدوزی است. دامنش هم گرچه ساده است قیمتش 12,000 افغانی است چون یخن آستین از قیمتی است. بسیار عالی. اینمی قسمت آستینای ازی واقعا که خاص هستند، بسیار مقبول هستند. آستینا و یخنش واقعا خاص است. یک چیز است بسیار ظریف. دامنش نام خدا بسیار کلان است، خصوصا امو دختر خانمایی که زیاد نام خدا رقص یاد دارن شوقی است اینمی لباس بگیرین که چی یک نمود میته دیگه. واه واه سلامت باش. بسیار مقبول است. و همچنان لباس های عروسانه خو اینجا است. زیادتر عروس خانما یا حتی همراه های عروس که هستن 3 تا میخرن همراه لباس گند افغانی. اینم اینجا موجود است. میشه که در مورد از اینا یک صحبت داشته باشیم؟ ما سیت زیاد داریم. فعلا اینجا ما فقط سامپل داریم. زیاد سیتای مقبول است. این سیت که است نو جور میشه. بسیار عالی. و سیت دومش هم است نو جور میشه. قیمتش 3,500 افغانی است. اینجا آماده میکنین؟ جدید جور میشه، در افغانستان جور میشه. بسیار عالی. و فرمایش ما رقم سیت باشه ما جور میکنیم. و این سیت ما که قیمت 6,000 افغانی است. از اردویش کیا قدیمی است. دیگه ما تا پر است که تا پایین پوشیده میشه. قیمت از 6,000 است و قیمت از سیام که سرخ است، ساده است. این موتیکیش است و این لاکتش قیمت از 2,500 افغانی است. بسیار عالی. واقعا بسیار مقبول است. تمام لباسایی که اینجا است، کسایی که میاین دیگه هر چیز اینجا موجود است. یعنی هم برای عروس خانما و هم برای همراهاش و ما بسیار دیزاین عالی و همچنان مقبول. یک دیزاینی که زیادتر دختر خانما امروزه خوش میکنن. ایت یک قسم یک لباس است که جدیداً مد شده ای. بله جدیداً مد شده. واقعا بسیار مقبول است. میشه که در مورد از
از این لباس طراحیش این تکه بر ما بخمل بگین. است. تکای بخمل سرد است، یعنی گرم نیست. خب دبل است مگم سرد است. بعضی تکاس خودش سرد است. ما رو خودش جور کردیم که در بخمل سوارتر ما لباس یک طرف دامنش دزدوزی کردیم، این طرفش کشی، زیر دامنش چرمی دست است، بالاتنش هم دزدوزی است و قیمت از 5,500 افغانی است. بسیار واقعا بسیار مقبول است. از این دیگه اگر کس بخواهد دیگر رنگای شما آماده می‌کنیم. هر رنگ بخواین آماده میشه. بسیار مقبول. کسایی که خصوصا دختر خانم‌ها همچون مدلای اگه دوست دارن میتونن سفارش بکنن، بتن بکنن که این دو رنگ هم کار شده. هر دو رنگش بسیار هم تا رنگای جذاب است. دیگه لباس ها خو اینجا زیاد است، نمونه هم زیاد است. اما ما یک لباس در جان گودی دیدیم که اینمی زیاد خوشم آمده. این هم لباس خاص دیگه که اینمی اینجا هست کنار ما، دیگه واقعا بسیار مقبول است که من از اول که آمده بودم میخواستم این لباس به معرفی بگیرم و با لباس های دیگه زیادتر توجهی مرا بخی جلب کرده بود. دیگه میشه که شاروخان عزیزی لباس بر ما بگه. این لباس ماکس لباس عروس است، لباس خاص است. دامن از 8 متر است، زیر دامنش چرمی دزدوزی است و بالاتنش مکمل دزدوزی است. دزدوزی خاص است به خاطر چیز چون پایین یخن از یان بلوچی دوزی است و بالا از پس موردوزی و سکدوزی ما جدید کردیم. بسیاری دیگه اما تا کمربندش و از اونجا که دیگه کار شده موردوزی، دیگه آستیناش که از زیر دامنش که چرمی دست است، چرمی فیک نیست و دامنش هم خیلی کلان است، گودی نفته. دیگه مقبولی زیاد جان معلوم میشه در گودی و در کدبان قدم معلوم میشه، یعنی مقبولی که آل داره بسیار زیاد 100% از اینکه دیگه مقبول تر میشه. دقیقاً این که بطن شوه این مقبولیش افزون میشه، دیگه زیادتر میشه. واقعا بسیار عالی است و مقبول است. میشه که در مورد قیمتش رو بر ما بگین؟ قیمت از 18000 افغانی است. اگه امروز واسکتش یک جای بخواین 21000 افغانی. عروسان است که عروسان است. بسیار مقبول. عروس خانمای خوش سلیقه میتونین این لباس انتخاب بکنین در محافل عروسیتون که 10 برابر چی میگه زیبا شوین، اما تو نور بکشین بخی با پوشیدن از دی لباس. و همچنان زیادتر دختر خانما کسایی دوست دارن که حتی در بیرون و یا همچنان محل کار یا در یک مجالس دیگر لباس گند افغانی را بتن بکنن. شما هم نگران نباشین، در چرمه دیزاین هر نوع لباس موجود است. خصوصا میخوایم چند نمونه را به شما به معرفی میگیرم. یاد بنره خوین اینجا کلاه هم است، خصوصا برای عروس خانما که زیاد انتخاب میکنن. چند نمونه با رنگ‌های مختلف و قدیمی هم داریم. بسیار این کلاهی است که نو جور میشه، ده کلاه هزارگی است، قیمت از 500 افغانی است، یک پیسه ناچیز است نظر به دزدوزی که داره. و دیگر باز کلاه قدیمی هم داریم از 1000 شروع تا 4000 5000 افغانی. بسیار عالی، بسیار مقبول. گپم یادم نره که من پیشتر گفتم برای دختر خانمایی که همچون لباسای دوست دارن همچنان موجود است. شما میتونید در تصویر بیننده باشین، هم کوتاست هم راحت، بسیار مقبول. بله سلامت باشی. این یکی از کرتی است که بنارس است و دیگه گلیت میگیم، گلیت دوزی شده در بخمل. دیگه بعضی لباسای ساده خوش دارن و خاطر کوتا ما ساده دیزاین کردیم و تکه اصلی است. کل قیمتی بودن از این مقبولی تکه و اصلیش است 2,500 افغانی قیمت داره. بسیار عالی. از این دیگه رنگای شما است؟ از این فعلا یک رنگ دیگه میشه داریم. فکر کنم دو رنگ است یا یک رنگ است. چند رنگش مونده، چند رنگ داشتیم، خوی رنگش موجود مونده فعلا. یا دیزاین دیگهش کم ذره متفاوت تر است، اما هر دویش به زیبایی و مقبولی خاص خودش. واقعا بسیار مقبول است. و همچنان جنا گفتن همونه که بالاتنه بسیار مقبول که زیادتر دختر خانم‌ها امروزه ایره خوش میکنن. بله بالاتنه است یا کرتی کوتاست، ایره زیادتر امروز پتلون میپوشن و بلوز و در سر جمسود میپوشن که مکمل دیزدوزی شده، چرمی دست و ولدوزی قنداری شده، آستینای از خود از و پر سر از تکه کره پس که ازیام قرض دوزی شده. قیمت از 6,500 افغانی است و دو رنگ از موجود داریم. فعلا یک رنگ دیگه شمی است. بسیار عالی، بسیار مقبول است. هر دو دیزاینش کسایی که دوست دارن میتونن در محافل خوشی و همچنان حتی در جاهای دیگه میره بتن بکنن. یک چیز است که اذیت نمیکنه، بسیار اما تو تکش نازک و مقبول و زیبا می باشه. اینی هم یک دیزاینک خاص دیگه است. شما در تصویر بیننده باشین که چقدر مقبول است. یا یکی از دیزاین خاص ما است. یخن از یک از دخت بلوچس و آستینای از قرضدوزی هزارگی است و تکه رنگ افتاده. تکهش هم جارجت است و می فصل است. قیمت از 3,500 افغانی. خصوصا همین قسمت آستینای از بسیار خاص و مقبول. بله خاص است، چون تکه چرمی کرمه کشیده میشه، تکه انداخته میشه، یعنی هر آستین از 1 سال زحمت کرد. 1 سال. در چقدر مدت می لباس آماده میشه؟ دزدوزیش خود زیاد طول میخوره.
و دوختش یک روز مکمل تایم میگیره. بسیار عالی. و همچنان نمونه‌های دیگه‌اش که بیشتر ما اونجا با شما به معرفی گرفتیم، این هم نمونه‌های جدید و متفاوت دیگرش است که ما می‌خوایم اینجا به معرفی بگیریم. باش که اول یک دیزاین هم خاصش ما انتخاب بکنم که ما همیشه شاید شما متوجه شده باشین، ما همیشه لباسای انتخاب میکنیم که به رنگ سیاه، چرا که رنگ سیاه رو ما بسیار دوست دارم، خاص هم است، جذاب هم است. بله، این یک لباس خاص ما است که مکمل سکه دوزی شده، سکه جدید است. زیر دامنش هم زیگزاگ کاری شده، گفتم بخاطر زحمت زیاد داره و تکه زیکه است، نازک است. دیگه تکه چادر است، تکه گاچ و پایانش بخمل کشی است. قیمت از 3000 افغانی است. 3000 افغانی کمربند هم داره. 3 متر دامن داره، دمیچ یک چپن 3 متر دامن بسیار کلان است. پشتش هم کمربند داره به خاطر خورده کلان کردنش. بسیار عالی، بسیار هم یک چیزک ظریف و مقبول و ناگفتنمونه. قیمتش بسیار مناسب است. کرتی خاص براتون نشان دادم. این مکمل ابریشم دوخته شده. پایانش و آستیناش، سرش هم اینطور. تکش هم کرپ اول است و قیمت از 6500 افغانی است. بسیار عالی، بسیار مقبول است. واقعا اینه دیگه یک لباس رنگ سیاه دیگه هم پیدا کردم. اینه اینجا چیزی که رنگ سیاه ما اول اونا رو به معرفی میگیرم. یکی از کرتی است که رسمی پوشیده میشه دیگه، دزدوزی شده. بسیار عالی. دیگه تکش کرپ سیاه است و کرپ سیاه عربی میگن، چون زیاد سیاه یگان سیاه خاک پرک است، نیست زیاد سیاه است. کامرا میتونه ببینید و قیمت از 2500 افغانی است. بسیار قیمت مناسب. 2500 افغانی. من فکر میکنم به خاطر لباس هیچ چیز هم نیست. به خاطر یک لباس دزدوزی هیچ چیز نیست. به خاطر که اینقدری با زحمت آماده شده، شاید کسایی که دوربین میبینن اونقدر زحمت از این نبینن، ولی اگر شما از نزدیک بیاین رو ببینین واقعا یک چیز است که بسیار با ظریف کاری و ناگفتنمونه. بعضی لباسا رو که آدم میبینه دوختش بسیار خراب میباشه، اما این اما تو بسیار صاف و منظم دوخته شده که خوش آدم میآید. خیلی بسیار عالی. و همچنان این دیگه همین طرف سایل هم داشتی فکر کنم. ما قصد داشتم که این لباس بگیرم. این کاس دامن از زیر تنها ما 4 متر جور کردیم. چقدر دامن کلان داره. دیگه زیاد مقبول است، جان باز مقبول معلوم میشه و در روی ازی دیزوزی قدیمی نیست، جدید دیزوزی شده که یک ما وقت گرفته. پس سر از هم متر قیمت از 6500 افغانی است و هم کمربند هم داره و تکش کرپ است از بالاش و تکه پایان نزدیک است، تکه گاچ است. نام خدا، بسیار مقبول. کسایی که لباسای گلگلی دوست دارن، میگه گلک باشه و بالا تنه خوستن، این میبره از اون دختر خانم هاست. گرچند ظریف است اما بالا تنهش یک ذره گل کار شده و مقبولش ساخته. واقعا بسیار عالی. قیمتش چند بود؟ 6500 افغانی. از این دیگه به دیگه رنگایش ما آماده میکنیم. هر رنگ که بخواین آماده میشه، ولی 2 هفته وقت میگیره. بسیار عالی. زیاد لباسای به رنگ سیاه ما معرفی کردم. دختر خانمایی که به دیگر رنگ هم دوست داره همینجا موجود است. میشه که در مورد ازی کد بر ما بگوین. این کاس تکه ازی تکه کشمیره میگن، تکه که درشی جور میشه و مکمل دیزوزی شده، گراف دوزی شده، گراف جدید دوخته شده، داستیناش و پشترش ساده می باشه. دیگه از این سایز میدیم، لارج، اسمال موجود داریم. هر سایز بخواین تا اکس لارج موجود داریم و قیمت از 3000 افغانی است. بسیار مقبول، واقعا میارزه. و همچنان یک لباس رنگی دیگر که من معرفی بگیرم. اینو فکر کنم معرفی کردیم. اینو به معرفی گرفتیم. اینیش مونده فکر اینی. بله. این مونده. این کاس ازارای دوزی است. دیگه این دوزی میشه، گراف است، بالا قدیمی است و چرما دوزیشه که میبینید درش ما جدید کردیم. تکه از هم تکه کشمیره است، دیگه کم جلادار است، تکه اول است، نه رنگ میته نه خراب میشه. این کرتی رو شاید 2 سال 3 سال هم نگاه کنن خراب نشه، هر بارم بوشش مقبول تر شه. و لباسای برند ما کلش هم است، چون اصلی است، شوش بخوره مقبول میشه و خراب نمیشه. قیمت از 3500 افغانی است. بسیار عالی. 3500 قیمتش است. واقعا لباس هزارگی دیزاین بسیار مقبول و عالی داره. شاروخان عزیزم دفعه خودش میگه تو زیاد دیگه لباس ها رو گدوت کردی، رنگ سیاه رنگ دیگر میگه هیچ معرفی نکردی، حالا تنها ببینید دیگر رنگ رو خوش نمیکنه. این دفعه خودش معرفی میکنه. من منتظر هستم. رنگای خاص براتون نشان بدم. سیاه ما خاص است ولی سیاه زیاد نشان دادیم. یک تکی گل بخمل براتون نشان بدم، قدیمی، دامن کلان و یک پیران قیمتی. نه خدا دامنش چقدر کلان است. دامنش کلان است خیلی. چند متر میایه؟ دامن از 10 متر است. 10 متر. گل بخمل است، پایینش چرمدوزی است و بالای از گلدوزی است. از چرمدوزی که گلدوزی دوختنش مشکل است. یعنی شما فکر کنید همراه ماشین زنا همراه دست ایره گل مندازن. همراه دست چقدر مشکل است. همراه ماشین یعنی همراه دست تاوش میدن، خیلی مشکل است گل انداختن
و 6 متر دامن جور کردن. بسیار پلاتنی از مکمل گراف است و آستینایش هم خاص. آستینای ازی بسیار خصوصی. مقبول است. یک از لباسای عروس است، قیمتش 18000 افغانی. لباسای عروسانه رنگش بسیار مقبول، دیزاینش بسیار خاص، آستینایش خود دیگه بسیار مقبول است. سلامت باشین. دیگه اینجا براتون چی نشون؟ یک لباس دیگه نشان میدم. رنگ سفید، به به چه یک رنگ بله. جذاب و زیبا. این رنگ سفید است، شلوار چادر سبز داره. دیگه شلوارش موجه است، باز براتون نشان میدم اگه میگن حالا بیارم. خیلی مقبول است. این امر شلوار گیبی پوشیده میشه حلقه‌ای و چادر سبز، چون کوتاه است و ساده است. شلوار زیاد چینشیندار است، باز مقبول معلوم میشه. امر چادر شلوارش مکمل 5,500 افغانی. کسایی که رنگ سفید دوست دارن خود این دیگه مناسب شاند. شلوار چه رنگ سفید است یا متفاوت است؟ سبز است. شلوار چادر شلوارش سبز است که همون رنگ سه چا و مقبولیش ده برابر شه، واقعا بسیار مقبول است. و دیگه دی قسمت لباس زیاد داریم. یک کرتی نشان دادم باتم سیاه بدل خودت. یخن از دزدوزی است. بسیار عالی. دیگه تکیه جار شده، زیر دامن زیگزاگ کاری شده و آستینش بخمل کشی است. استوار آمده، زیاد بالاتنی زیاد مقبول، در جان زیاد مقبول معلوم میشه و پشوریش باز است، پشوری باز پوشیده میشه. بسیار کم دور میمونه. قیمتش چند است؟ قیمت از 3,500. 3,500 افغانی. رنگ سیاه را کسی که مثل ما دوست داره بیاید دیگه منتظر نمانید خریداری بکنید. سلامت باشین. دیگه دیر است لباس زیاد داریم. یک دو تا بالاتن است که نیمه پوشیده میشه. بسیار عالی. و امروی پتلون پوشیده میشه، بعضیا سر جیمسوت میپوشه یا امروی دامن میپوشه. ما جامنش نداریم، ما فرمایشی جور میکنیم. مردوش جزدوزی است، آستینایش بالاتنی است، قیمتای زیاد 3,500 افغانی است دانه. و دیگه آستین زیاد مقبول است، مکمل چرم دوزی شده. بسیار عالی، واقعا بسیار مقبول است، قیمتاش هم بسیار مناسب و عالی می باشه. نگفتن امانه که بالاتنه این طرف هم زیاد است. ما بیخی بسته دکان بلد شدیم و یک روز آمدن میشه که در مورد از این بالاتنه که زیادتر دختر خانم ها خوش میکنن برای ما یکم معلومات بدید. این بالاتنه کدامش فرق میکنه؟ اولیش که است، این پایانش که است و آستینایش که است ماشینی دزدوزی نیست و بالاتنش فقط دزدوزی است. به خاطر از این قیمت از این پایان از 2,500 افغانی است. بسیار عالی. و 3 متر دامن داره که تکیش جارچت است. و بالاتن دوم که براتون معرفی کنم این مکمل دزدوزی است. آستینش ولدوزی است، بالاتنش دزدوزی است، موردوزی و گرافدوزی است. دیگه بخملش هم ابریشمیش قیمت از 4,500 افغانی است. دیگه مقبولی یک خاصی را داریم، تکیش گل بخمل قدیمی است، آستینش بسیار مقبول است. دیگه بالاتنیش هم طور این آستین دو تا آستین است که آستین جور میشه. ما از دو تا آستین در طراحی بالا یک بالاتنه جور کردیم و کلش زیگزاگ کاری شده. بسیار قیمت از این 4,500 افغانی است و پولش هم قیمتش 4,500 افغانی است. بسیار مقبول است. باشید براتون نشان بدم. کمربند کی داره زیاتر کمربند یک طرف است. این کمربند از دور است. بسیار عالی. با آستینش هم قدیمی دزدوزی است. قیمت از این 4,500 افغانی. واقعا یک چیز بسیار خاص است و نگفتن امون وطنای عزیز. شما به چرمه دیزاین بیاین، چرا که اینجا تمام لباس های خاص است. من هر لباس را که میبینم یا در رنگش تفاوت داره یا در تکه یا در دیزاین، یعنی هیچ چیز تکراری اینجا وجود نداره. بله، واقعا بسیار تمامش مقبول و زیباست. مقبول است. یک بالاتن در آخر داریم. دیگه یخن از این قدیمی است، بلوچی نیمه بلوچی را میگن، چون از بلوچی قیمتی نیست و قیمت از این 5,500 افغانی است. آستینش هم مکمل دزدوزی است. و دیگه یک چیز دیگه که نشان میدم، شلوار ما زیاتر بسته‌کدگی است، باز نیست و یک دانه که ما فقط از جان گودی کشیدیم باز است. ما براتون شلوار نشان بدم. اون تو چیندار است، 11 متر تکه جور میشه. نه تکه از چه قسم است؟ چروک است؟ چروک نیست، ما چروک میسازیمش. تکش لیل متن است. دیگه ما چروک میسازیمش. چادر هم سبز داره. این چادر از عموم پیران سفید که بیشتر براتون بسیار عالی. چادرام اینجا است به دیزاین های بسیار خاص مختلف، هر رنگ که شما بخواین اینجا است. چادرایی که طرح خودم ماست، در جای نیست، فقط از خودم است. این چادر است که 12 رنگ داره، هر رنگش داره. ما برای پیرانای ما میدیم. واقعا بسیار مقبول است. اینا رو باز امروی پیراهن یک جای میتین یا که قیمتش جدا حساب میکنید؟ امروی پیراهن ما که 6,000 بالا باشه میدیم. من 6,000 پایین چادر ندارم. باید جداگانه خرید بکنن؟ بله جداگانه. باز قیمت یک دانه 1,000 افغانی است. و همچنان این شلوار چسب است که پیرانش اوجه است و بعض پیرانه کوتاه ما شلوار چسب داره. دیگه پیرانش اگه میشه سردست باشه براتون نشان بدم. تا شما پیراهنش میارین، ما اینمی چادر دو رنگ نشان بدم. شلوار چسب داره و چادرش هم طلایی هم رنگ خودش. بسیار قیمت از این 7,500 افغانی است. و همچنان این چادر دو رنگ شما ببینین که چقدر مقبول. این با یک پیران طراحی کردیم که پیرانش تال نامده. بسیار عالی. ناوردنش از کارگاه. آستینای زوم دو رنگ است. یک آستین شیر رنگ است، یک آستین سبز. خب لباس ست ساخته میگه. خود لباسش طراحی شده. بسیار یک رنگای جذاب داره. واقعا بسیار عالی. و همچنان اینمی لباسایی که اینجا است، کدام لباس و کدام نمونه خاص که بدل خودت میخوای به معرفی بگیری بفرما.
مقبول خو کلش از خو ما براتون زیادتر کارمش نشان بدم. اینی دامنش آستیناش بالاتنش مکمل ابریشمی است. بسیار عالی. دامن کلان داره دیگه. دامنش بنارس است قدیمی. چرمدوزیش جزدوزیش قیمتش 16000 است مکمل ابریشمی است. آستینا و بالاتنه و پشت سر قسمت کمربند بسیار یک چیز خاص است، یعنی متفاوت‌تر از تمام لباس‌های دیگه است. بله قسمت کمربندش خود دامنش کل از یعنی خاص است. خاص است و کمربندش رو بیخی خاص‌تر و مقبول‌تر ساخته. بله تمامش. واقعا قیمت مناسب، لباس بسیار مقبول با دیزاین بسیار عالی، لباس است دخترانه ظریف و مقبول. و تشکر شارخ خان عزیز که این لباس‌های مقبول امروز وقت بر ما دادی و بر ما و دختر خانم‌های خوش سلیقه و معرفی گرفتی. سلامت بخیر باشین. لباس ما تمامش مقبول است و شما خوش آمدین به دکان ما. بخیر سلامت باشین. دیگه ما میشه به خدمت مشتریای ما هستیم. آدرس ما رو برشان میگیم. ایستگاه کارتی 4 سرک کوتی سنگی از هتل شاهزاده شهر گذشته دکان ما میآید و دیگه اینستاگرام چرم دیزاین سایت داریم و فیسبوک هم و به خاطر آوردر در خارج از کشورم روان میکنیم. واتساپ نمبر ما رو اگه در خارج هستن مثبت 93 بزنن 786 43 73. بسیار عالی. بسیار تشکر از شما. سلامت بخیر باشید. و همچنین تشکر میکنم از تمام شما بینندگان عزیز که امروز بیننده برنامه بودین. ما همیشه کوشش میکنیم که بهترین نابترین لباسای مقبول گند افغانی و لباسای محفلی رو با شما به معرفی بگیریم. این بود برنامه امروز ما که ما با چرمه دیزاین آمده بودیم و لباسای بسیار مقبول اینجا داره و شما میتونین برخواد خرید بکنین و به محفل خوشی به تن بکنین. این بود برنامه امروز. تا دیدار بعد و برنامه‌های بعد. بدرود.